اندازه‌گیری شدت صدای هود با موبایل. معمولاً یکی از مشخصات فنی هر دستگاه برقی و مکانیکی شدت صدای اون دستگاه در حین عملکردشه. هود آشپزخونه یکی از اون دستگاه است که اگه شدت صدای موتور و مکندش در حین کارکرد بیش از حد بالا بره، هم از نظر استانداردهای سلامت برای شما مضره و هم تجربه آشپزی رو براتون به تجربه ناخوشایند تبدیل میکنه. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور با گوشی موبایلتون میتونید شدت صدای هود آشپزخونه یا هر دستگاه دیگه ای رو به صورت تقریبی اندازه بگیرید. برای اندازه‌گیری شدت صدای هود با گوشیتون کافی اپلیکیشن دسیبل ایکس رو نصب کنید. این برنامه هم روی سیستم عامل اندروید و هم روی iOS قابل نصبه و به راحتی میتونید از طریق اپلیکیشن های ارائه دهنده برنامه های جانبی دانلود و نصبش کنید. آیکون برنامه یه همچین ظاهری داره. به محض ورود به برنامه اول روی دکمه کنتینیو بزنید و بعدش زبان انگلیش رو انتخاب کنید. تو قسمت بعدی در صورت نیاز دسترسی میکروفون رو به برنامه میدین و دیگه وارد مرحله اصلی اندازه‌گیری شدت صدا میشین. معمولاً وقتی در شرایط عادی و ساکت منزل هستین و هنوز دستگاهی روشن نشده، برنامه شدت صدایی در حدود 30 الی 35 دسیبل رو به شما نشون میده که عادیه. حالا برای اندازه‌گیری شدت صدای هود کافیه گوشیتون رو در حدود 1 متری هود قرار بدین و قبلش هم هر منشأ صدای دیگه‌ای در محیط وجود داره خاموشش کنید یا صداشو حذف کنید. در این وضعیت هود رو روشن کنید و مقدار شدت صوتی که برنامه نشون میده رو برای چند ثانیه بررسی کنید. در شرایط عادی شدت صدای هود باید بین 40 تا 70 دسیبل باشه که البته بدیهیه که هرچی کمتر باشه بهتره. معمولا برای سرعت پایین موتور هود شدت صدا بین 40 تا 55 دسیبل، دور متوسط 55 تا 65 و برای دور بالا تا 70 دسیبل هم نرماله. اما اگر شدت صدا بیش از این مقداره، این میتونه ایراد طراحی هود، مشکل در نصب، کثیف بودن فیلترهای مناسب نبودن مجرای خروجی هود باشه. اگر قصد خرید هودی با صدای بیش از این مقدار دارین، پیشنهاد ما اینه که تا حد امکان به دنبال یه هود کم صداتر بگردین. دقت کنید که برنامه دسیبل ایکس فقط یکی از 10 برنامه‌ای هست که این کار رو براتون انجام میده. برنامه‌های دیگری هم همین کار رو انجام میدن که اصول کار همشون مشابه همین دسیبل ایکس هست. شدت صدای هود رو معمولا سازنده در مشخصات فنی محصولش قید میکنه. اگر قید کرده بود که چه بهتر، اما اگر قید نکرده بود و قصد خرید هود داشتین، پیشنهاد میکنم که خریدتون رو حضوری انجام بدین و از وضعیت شدت صدای هود در محل فروشگاه مطمئن بشید. یا صداش رو با گوش خودتون بشنوید یا اون رو با ابزار موبایلی که گفتم اندازه بگیرین. اینجوری احتمال اینکه یه هود پر سر و صدا و غیر استاندارد تهیه کنید خیلی پایین میاد. ضمناً دقت کنید که عامل دوم در سر و صدای هود طول و وضعیت مجرای خروجی هواست. هرچی قطر مجرا بیشتر باشه و لوله خروجی هوا از هود مسیر کوتاه‌تری و کم پیچ و خم‌تری رو تا هوای آزاد طی کنه، سر و صدای هود کمتره. پس اگر سر و صدای هود براتون فاکتور مهمیه، به این موضوع هم موقع انتخاب و جانمایی هودتون خیلی دقت کنید یا از فیلترهای زغالی استفاده کنید. فراموش نکنید که شدت صدا فقط یکی از مشخصهای هود هست و برای انتخاب یه هود مناسب باید فاکتورهای دیگه هم در نظر بگیرین که تو 2 ویدیو مجزا از همین پلیلیست در مورد اون مشخصات و هم شیوه صحیح انتخاب هود مناسب صحبت کردم و لینکاش هم این پایین گذاشتم و میتونید ببینید. اگر این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که لایکش کنی و اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردی خوشحال میشیم که همین الان این کار رو انجام بدی. ما تو این کانال به صورت تخصصی در مورد بازسازی و دکوراسیون منزل و کابینت و تجهیزات آشپزخونه صحبت میکنیم و اگه به این مباحث علاقه‌مند باشی محتوای این کانال خیلی به دردت میخوره. اگه سوال یا نظری هم داری این پایین کامنت کن، همه رو میخونم و جواب میدم.